سلام بچه اومده با یه ویدیو جدید. من امیرکینگ هستم. اومدم بهتون یه تنظیمات بیسیک بدم که بتونه بازتون رو خیلی بهتر کنه با یه اتچمنت کیارن که خیلی خفن. ویدیوشون واسهتون توی چیز گذاشتم. ما بریم سراغ این چیز دیگه، این دو و یه خود 4 انگشتی که نگم برات. بریم سراغش. این حالی که میخوام بهتون بدم با این اتچمنت تو چیز خیلی خفنه. میکنم همیشه از این استفاده میکنم. بازی بهتر، خیلی بهتر شده. قبلا نوب بودن، 2 انگشتی بازی میکردن. وقتی 4 انگشت بازی کنم بازی خیلی بهتر شده. اونایی که میگن 4 انگشت نوبن کی گفته نوبن؟ تو خیلی پلیرن. این سراغش دیگه میره تو این هیدفون رو وصل کنم. خب وصل شد. آره ویدیو میگیره. آره ویدیو میگیره دیگه. آره داره میگیره. چیزش خوب بش. خب بچه ها این سراغ این تنظیمات بیسیک. بچه ما یواش یواش میرم پایین تا من نام کنید دیگه. خیلی خفنه این بیسیک. با این بیسیک میتونید هر کاری انجام بدید. و با این هات دیگه نمیدونم شاد پام بدی و یا شاد پام بدی یه چیز بود اسمش یادم رفته دیگه. شلاقی و شاد خفن همه کار میتونید انجام بدید با این تنظیمات و اون هات یه ذره مسلط بشید خیلی بازتون خوب میشه. ممنون میشم منو فالو کنید و یه لایک اون بغل قرمز کنید. ممنون. خب بچه کنید شما این گزینه حتما باید روشن باشه. اگه روشن باشه تیرتون خیلی میره واسه هوا. و یا حتما روشن کنید. و این تیکه اسنایپش حتما بردارید. این تیکه اسنایپش حتما بردارید چون اسنایپ خیلی بد میکنه. این بوتون همش بذارید رو 0 چون تیرتون دیگه میس نره. خب 10% بگویم چون برق هم نیست. گوشه من شارژ نداره. خیلی خوب بچه بریم سراغ این خود اینو. اتچمنت اینجا میشه نگاه کنید. کدشم یا خود ویدیوشم تو کامنت گذاشتم. کدشم حالا اینجا ویدیو میذارم روش. بغل میاد واسهتون. بغل میاد واسهتون. فعلا سراغ این خود اینا. شما این وانشاتش به شما نشون بدم. از شوی کیاران فقط برای این سیزنه. این سیزنه دیگه اینطوری نیست. از چه فاصله ای میبینید فاصله رو شما دیدم تو پاش وانشات شد. از این فاصله وانشات. از هر فاصله ای که بگید این وانشات میکنه. بابا این شورش تمام شد. میبینید از هر فاصله بگید وانشاته. دیدید دیگه. حالا سراغ این خود بچه
شارژم تموم شد. خب بچه من یه لحظه اینجا چیز کنم، شما این خود یکم نگاه کنید و من حالا پررنگشم میکنم، کدشم میذارم. کد اینو واسه تو میذارم، بزنم کپیش کنم. بچه نگاه کنید. بابا چرا اینجوری شدیم؟ برو ببینم. میبینید من بهش عادت کردم دیگه، پررنگش نکردم جد. شما خودتون میتونید نگاه کنید دیگه. حالا کدش هم واسهتون میذارم دیگه. آره کدش هم واسهتون میذارم. به حالا اینجا نگاه کنید، شاید خواستید کدشو نداشتید اینجا هم چیز کنید، بعدم کدشو نداشتید نگاه کنید، حس بشید. خب آره دیگه چون یه وجود دیگه من نشون میده از این فاصله یا رو اونجا باشه یه جور خود بهش. الان میگی زدش چیز شد نیست، میبینی؟ چون من دیدم عادت نکردم همش میزنم این پایین، چون دو انگوشو باز میکنم، قبلم دو انگوشو باز میکنم. اون تازه منم توی چیز اینها کم نمی‌کنم. اگه اون چیزی نمیتونید دیگه هم چیز کنید، قشنگ‌تر بزنید، این با چیز رو نشونه رو با تیر فای رو بذارید چیز اینجا دیگه و اینم حذف کنید. اینو حذف کنید. این پلی به اینو نیاز نداره. اینا رو فای بذارید اینجا، اینم بذارید اینجا نشونه رو. و چیزی که خیلی مهمه همین چیزه راه رفتنشه. روی سطح باشه خوب 90 ما گذاشتیم که راحت‌تر بشه و اینم حتما بشید تا این پایین. میان چرا یار نمیاد تو دست رو تا این آخر بکشه که بتونه بره. این دست تا این نمیکشه تمام. نمیدونم چه میزنه باز. بذار بیارم. بله دیگه. از چون ممنون میشم فالو کنید و کامنت هم اگه شد باسم بذارید. این صندلی من بارش نکش فالو کنید، پول در بیاریم بریم یه اتاق گیمینگ بزنیم. ممنون. فعلا خدافظ.